آقا جانم. اینو بده به صمدی. واسه چیه؟ دستت چطوره؟ خدا رو شکر بهتره. بیشتر مراقب باش. خودتو از مزخرفات دور برت نجات بده. حاج آقا چقدر خوبه که بلدیم ببخشید. بابا بزرگت میگفت تو دنیایی که هر طور بخوای میتونی باشی مرد باش. ببخش. رفیقت منتظره. خداحافظ. سلام. سلام. نمیدونی دیروز تو دانشگاه چه بلبشویی بود این پسره عوضی. میرسه آخه نمیدونی چیا میگفت که حامد؟ حالا هرچی. میگن تو به این دختره نظر داشتی. گفتم حالا هرچی. من به این چیزا اهمیت نمیدم. الو. سلام. بله خودم هستم. بله حتما. خداحافظ. از دانشگاه بود. خوب. خواستنم کمیته انضباطی. این وسط یکی داره موش میدونه حامد. منم باید تهشو درارم. حامد تو برو من میام. کجا؟ میام. تو باشی باور میکنیم به من گیر داده باشه؟ گول ظاهرشو نخون، بازیشه. تو سعی کن بازی رو عوض کنی. باش به همین راحتی بود که میگی. سلام. اوه چتته؟ دوری این کامران نیم ساعت مونده حالا تو جلسه. فقط لیلا حواست باشه بحث سوالای امتحانی و لو رفتن و این چیزا رو اصلا پیش نکش. هرچی کمتر حرف بزنی کمتر سوتی میدی. حواسم هست. چرا جواب نمیدی؟ خب حرف نزن. ولی وقتی استاد بفهمه ماجرای فیلمکار تو بوده قیافت دیدنیه. ببین کار من نبود. این کیه؟ پسرموشون آمار داد. پسرموی لیلا شریفی. شغل دانشگاه رو می‌خواست ازم. چرا باید این کارو بکنه؟ چه میدونم؟ دست نزن به من. چرا به شریفی چی نگفتی؟ همین که مطمئن نبودم، بعدش هم لیلا روش حساسه. پس اون مزخرفاتی که دیروز راجع به حامد میگفتی چی بود؟ امیر حسین ولش کن. حامد تو که نمیدونی. شنیدم. ببریم. میگید شما رو گیر انداخته بود. چرا سعی نکردید فرار کنید؟ در قفل کرده بود. پس چطور بعدش رفتید پیشش؟ کلید قاعدتا باید دست خودش می بود. میدونم اما این در خرابه. این یکم که فشارشو میدی باز میشن. چطور شد که آقای تهرانی به جای اینکه بخواد از در بره از پنجره پرید پایین؟ ترسید. یعنی من جیغ زدن ترسید. چون همون لحظه چند تا بچه‌ها اومدن تو، نمیتونست کار بکنه، مجبور بود خودش پرت بکنه پایین. گفتین تنها بودید؟ بله.
ولی بچه حراست دیدن 2 نفر دیگه هم از در دویدن بیرون. من اون لحظه ترسیده بودم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود. شاید پشت در بود. در که از پشت قفل بود. شما تشریف داشته باشید. شما بفرمایید تو. چی شد لیلا؟ گند زدم. یعنی چی؟ یعنی اخراجم. شما بری، من کار دارم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. راستش سر و ته حرفای این خانم اصلا با هم یکی نبود. سوی پیشینه هم دارن ظاهرا. قبلا بهش تذکر داده بودیم. بند 20 دیگه. پس صورت جلسه کنیم، حکم رو بهش ابلاغ کنیم. اون خانم بیگناهه. حق با ایشونه. بله؟ میگم اون خانم راست میگه. من اصلا فکر نمیکردم اینجوری بشه. اومدم فرار کنم، یهو جلو در شلوغ شد. اومدم از پنجره فرار کنم که این اتفاق افتاد. با اجازه. باش. آره دیگه میام. گفتم میام دیگه. خیلی خوب. یه بار گفتی فهمیدم من. خداحافظ. چی شد لیلا؟ پسره کو؟ کی؟ حامد کجا رفت؟ نمیدونم رفت. چی شد؟ تبرئه شدم. گفت من راست میگفتم. واقعا می‌خواست منو اذیت کنه. دروغ میگی؟ میگه میشه. کوشش. کی؟ رفیقت. چطور؟ حرفی بی خود میزنه. نمیشه 6 ماه پول خوابون که. با این وضع بازار بازار راهشو پیدا میکنه. باید خرید کنی. من حرفی ندارم. خانم شام چی شد؟ مردیم از گرسنگی. آماده است. لیلا کجاست؟ تو اتاقشه طبق معمول. برای شام نمیخواد بیاد؟ حتما بیرون یه چیز آورده. آره که چیزی معلوم نیست. نه تصمیمی گرفتن نه حکمی دادن. باورم نمیشه خودشو مفتی انداخته باشه تو عجل. چی ناراحتی؟ خب تو هم مفتی قصر در رفتی دیگه. پنیر مجانی فقط تو تله موش پیدا میشه. فعلا که چیزی نگفته. شاید توقع چیزی داشته باشه.
حامد جان صبر نمی‌کنی محسنم بیاد؟ موبایلی کله دخترم میام. کار داشت زنگ زد گفت شما بخورین من میام. چطوری دایی جون؟ خوشگله. کی میری؟ خدا بخواد تا آخر هفته. ایشالله. دانشگاه چطور شد؟ فردا نامه میگیرم برای خروج. دیگه؟ هیچی. به هر حال شما طبق مقررات خودتون عمل کنید. آخه من پسرمو خوب میشناسم. بهش ایمان دارم. بعید کار اون باشه. ولی آدمی زاده دیگه. کسی چه میدونه؟ فعلا با عزتون. اگه شما باهاش صحبت کنید نه دیگه، یا یه کاری کرده یا نکرده. در هر صورت لابد خودش میدونه داره چی کار میکنه. در ضمن فعلا صلاح نمیدونم که بفهمه من در جریانم. فعلا گفتم باز یه سلام مشورتی باتون کرده باشم. شما لطف کردین. خداحافظ. این آخرین باریه که داریم راجع به این موضوع حرف میزنیم. توی اون اتاق چه اتفاقی افتاد؟ من که گفتم بهتون. هر سمون میدونیم که داری دروغ میگی. شما نمیخواید بگید؟ من راستش نه. حامد از سر راه خودت برو کنار. این حکم کمیته انضباطیه. یه ترم اخراج شدی. از تحصیلات دانشگاهی هم فعلا محرومی. خانم شریفی داشتی ستاره دار می شدی، باید کلا قید دانشگاه و تحصیل رو می زدی. اما شما الان اینجا اینو اون اخراج شده. شاید اون خوشش نیاد کسی قاطی کار و زندگیش بکنه، اما هر جفتمون میدونیم مدیون کی هستی. آقای تهرانی صبر کن. چرا این کار کردی؟ با تو هم چرا این حرف رو زدی؟ ببخشید ولی بهتره ما با هم دیده نشیم. با اجازه.
نمرم دادن بدم خدمت شما. باشه باشون تماس بگیر رو ملاقات بذار ببینمش. پاشو بریم عوضی. یالا ببین یا همین الان میای یا جنازات خودم اینجا میبرم میرم. گفتم باشه اصلا من نرید زود باش گفتم باشه بریم. پس اونی که اینو هوایی کرده تویی ها؟ مردی بزن. ما کارمون هنوز با هم تموم نشد. بیرون از اینجا میای بیرون دیگه. اینطوریاتو میشناسم. دل گرفتن تو. کور خوندی؟ لیلا هیچکی بهتر از من تو رو نمیشناسه. هیچکی هم بهتر از تو نمیتونه من آروم کنه. هرچی کار میکردم به زور ازم میگرفت، خرج کوفت و زهر مارش میکرد. کلی دویدم تا دادگاه به خاطر اعتیادش بچه رو داد به من. با خودش فکر کرد من نمیتونم از پسش بر نمیام، برمیگردم سرمو خراب شدش. نمیدونم باید سر کارم چی گفت چی کار کرد که اخراجم کردن. الانم که فکر میکنه اینجا یه فرجی میشه، یه اتفاقی واسم میفته اومده که نذاره. به خدا خانم من پول نمیخوام، اومدم کار کنم. میخوام سر ما یه چیزی دستم باشه، خرج بچه‌امو بدم، اجاره خونه‌مو بدم، همین. به خدا من پول نمیخوام خانم. میدونم عزیزم، گریه نکن. خدا بزرگه، درست میشه. میدونم. بفهم. حامد جان جانم. کاری داشتی؟ نه اومده بودم سر بزنم. مطمئنی؟ حالا بعدم حرف میزنی. خداحافظ. خدا به هم. به اندازه کافی دلیل داشتم که دارم دروغ میگم. نمیدونم چی بگم. هر وقت تو فهمیدی واسه چی از اون بالا خودش انداخت پایین، منم میفهمم چرا این کار کرد. مسعود یه حس بدی دارم. دیوانه، حالا که قصر در رفتی میگه حس بدی دارم. احساس حقارت میکنم. اون با این کارش منو کوچیک کرد. نه واقعا انگار حالت بده. بچه حلش میکنم. چطوری؟ اینجور آدم ها معمولا یه گیر و گوری دارن دیگه. نمیذارم منتش سرت باشه. خودمونم که 2 روز میریم یه بری حال هوامون عوض شه. وسط کلاسا 2 روز به جایی بر نمیخوره. لیلا بیا فراموشش کنیم. از بچگی هم همینو میگفتی. آره اون وقتی که فکر میکنم دیگه کاری از دستم بر نمیاد همینو میگفتم. بیا فراموشش کنیم. فراموشش کنیم.
متاسفم آقای تهرانی، کاری نمیتونم بکنم. آقا چرا؟ مثل اینکه حکم درست نخوندی. محرومیت از هر گونه خدمات دانشگاهی، یکیش هم همین گواهی اشتغال به تحصیله. من اگه این نامه رو نبرم به مجوز خروج نمیدم. دست من نیست. من واسه این مسابقات 3 سال زحمت کشیدم واسم بدیم. همه زندگیمو گذاشتم. و شما به همین راحتی میگین نمیشه؟ قبل از اینکه اون حرفا رو بزنی باید فکرشو میکردی. دست شما در نکن. آقای تهرانی یه دقیقه لطفاً، خواهش میکنم. بفهمید میخوام باید حرف بزنم. ما حرفی نداریم خانم. فقط چند لحظه. خیلی درد داری؟ سوال احمقانه بود. این روزا کلا احساس حماقت میکنم. چرا این کارو کردی؟ چیزی که میدونی چرا میپرسی؟ دستتو نمیگم. ماجرای اون مسابقه چیه؟ دوست نداری حرف بزنی؟ دوست ندارم آدم خیلی ازم بدونم. اما من شنیدم چی شده. نمیدونم اون مسابقه چیه، ولی میدونم برای تو خیلی مهم بوده. دیگه مهم نیست. حاضرم هر کاری بکنم که جبران بشه. راستش فکر کردم شاید. مواظب باش. ببخشید. چیزیت نشد که؟ میدونم به خاطر من تو دردسر افتادی. گفتم شاید یکمش جبران بشه. این چیه؟ واسه تشکر بابت کاری که کردی. دست شما درد نکن. میدونم بابا خیلی سخته. راحت میشه گفت فدای سرت، اما آسون نیست. باورم نمیشه اما اکبر. این همه زحمت کشیدم، شب و روزم رو گذاشتم، آخرش هیچ. آخه یا علی، بعد از اینکه بابا بزرگ خدا بیامرزت منو آورد تو وجد دستمو بند کرد،
کلی گشتم تا یه خونه پیدا کنم واسه زندگی. بالاخره یه دونه گیر آوردم. دیواراش کثیف بود و سیاه، گچاش ریخته بود، سقفش هم چیکه میکرد. خلاصه با صابخونه قرار مدار گذاشتیم و تصمیم گرفتم خودم درستش کنم، ولی پول که نداشتم. حقوق دوممو پیش گرفتم و مساله خریدم. بابا بزرگتم اومد کمک. همه جاشو درست کردیم. یه دوغاب حسابی هم زدیم و حوضش هم رنگ آبی کردیم. 2 ماهی هم انداختیم و من رفتم از خونه حاجی چند تا گلدون شمدونی و شیویدی آوردم چیدم دور حوض. خوشحال و خندون. فردای اون روز صابخونه اومد گفت ببخشید واسه ما یه مشکلی پیش اومده. پسرم و عروسم میخوام بیان اینجا زندگی کنم. خب ما هم که اساس نبرده بودیم، چاره نبود. زد زیر قولش، ما هم کلیدو پسش دادیم. دست از پا دراستر برگشتم حجره. کلافه بودم و شاکی از خودم، از صابخونه، از خدا. بیشتر از اون ناراحت بودم که حالا جواب حاجی رو چی بدم. نمیگه گردن شکسته چند روز وقت ما رو گرفتی، هیچی به هیچی. ولی بعد که حاجی اومد وضعیت منو دید، با یه آرامشی گفت خوب شد، واسه خدا اون کارو کردی. کار خوبه واسه خدا باشه، چه به نتیجه برسه چه نرسه. چایی سرد شد آقا حامد. لیلا وایسه کارت دارم. چته تو؟ چیزی نیم، فاصله نداره. رفتی که با اون پسره نداره. لیلا تو حواست برده این پسره است. وایسه ببینمت. تو حال خودم نیستم نیکا. زده به کله؟
واقعا از این پسر خوشت اومده؟ خیلی خوب، شب میریم مهمونی. نمیتونم. چشم نمیتونم؟ بابا شب میریم میشینیم دوره هم، یه 4 نفر رو میبینیم، میگیم میخندیم میذاریم تو سر کله هم، حالا هوا عوض میشه. خودم فکرتو برمیگردونم سر جاش. حوصله‌شون رو ندارم. مهمونی مهرداده، دوست داشتی که. حوصله هیچکیو ندارم. لیلا بله مسعود بله جانم لیلا جان کجا بیام؟ مطمئنید؟ خودتون بیاین ببینید. بذارید نگه دار زوم کن بذار بره همینجاست از بچگی تنها بودم مسعود. خودت هم میدونی. جفتمون تنها بودیم. آره. تو همیشه بلد بودی یه کاری بکنی که تنها نباشی. ولی من فقط با تو تنها نبودم. من همیشه بهت میگفتم باید واسه خودت دوست پیدا کنی. من با کسی به جز تو نمیتونستم صمیمی بشم. وقتی بزرگ شدیم فهمیدم یکی از بهترین حسای دنیا اینه که یه نفر فقط و فقط تو رو داشته باشه. بزرگ شدیم ولی چیزی فرق نکرد. هنوزم من تنها. هنوزم تو تنها کسی هستی که من میتونم باش حرف بزنم. لیلا چرا اون حرف اصلی تو نمیزنی؟ متنفرم از این که نمیتونم چیزی ازت قایم کنم. گمونم عاشق شدم مسعود. عاشق کی؟ همون پسره حامد. جدی میگی؟ اگه این همون حسیه که آدم دلش میلرزه و احساس ضعف میکنه، آره. چی بگم؟ وقتی میبینمش انگار یه آدم دیگه احساس ضعف میکنم. مدام دست و دلم میلرزه. وقتی هم نمیبینمش بدتر. انگار در و دیوار برام تنگ و تنگتر میشه. احساس میکنم قلبم میاد تو دهنم. نفسم بالا نمیاد. چرا؟ چی شد یهو؟ خودم هم نمیدونم. انگار با همه فرق میکنه. یه مدلیه که بقیه نیستن. نمیدونم چی کار کنم. مسعود تو بگو چی کار کنم.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها کجایی کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی اگر شب هست و فردا نیست اگر راهی به رویا نیست چه آهوها که در چشمان لیلا نیست اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن اگر از شکل لب بستم سکوتم را تماشا کن کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها کجایی کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن اگر از شکوه لب بستم سکوت